خب بچه من 2 تا دستاورد داشتم توی یه سالی که با عنوان پزشک خانواده کار کردم. 2 تا دستاورد داشتم، یعنی 2 تا دستاورد در مورد اینکه چرا سطح سلامت و بهداشت توی مناطق روستایی پایینه. علت عمدهش آگاهی پایینه. خب که آگاهی پایین منجر میشه به 2 تا مسئله مهم. یکی مسواک نزدن و دومی آمپول زیاد زدن. مسواک نزدن و آمپول زیاد زدن 2 تا علتیه که واقعا سطح سلامت مردم رو توی این مناطق به شدت کاهش میده. به شدت. یعنی من به تکرر، به تعدد، به کرات میتونم بگم دیدم که افرادی که آمپول به صورت متعدد تزریق کردن و دچار آتروفی عضلانی توی ناحیه گلوتئال شدن و تو سنهای پایین کل دندوناشون رو از دست دادن و نمیتونن غذا بخورن. و این یعنی چی؟ خیلی بده، خیلی بده.